تو هم دیگه از هیچ چیزی هیجان زده نمیشی؟ فیلم جدید، غذا، مسافرت یا هر چیزی که قبلا حالتو بهتر میکرد حالا فقط رد میشه و میگذره. این حس برای هممون آشناست. تا آخر بمون، چون چند دلیل قوی پشتشه و چند راهکار ساده هست که میتونه کمکت کنه. مشکل چیه؟ احساس بی‌حسی نسبت به چیزایی که قبلا خوشحالت می‌کردن اسمش سوختن عاطفی یا ایموشنال برن‌اوته. تو دیگه ذوق سابق رو نداری و گاهی حتی خودت هم از این تغییر می‌ترسی. این حالت افسردگی نیست، ولی میتونه در مسیر اون باشه و باید جدی گرفته بشه. بمباران دوپامین یا اعتیاد به محرک سریع. هر روز با حجم بالایی از محرک روبرو هستی. سوشال مدیا و ویدیو کوتاه و اعلان‌ها مغزت رو عادت میدن به پاداش فوری. نتیجه اینه که برای لذت گرفتن به محرک‌های قوی‌تری نیاز پیدا می‌کنی و چیزهای ساده دیگه کافی نیستن. عادت و تثبیت. وقتی چیزی رو خیلی می‌بینی یا تکرارش می‌کنی، ذهنت بهش عادت می‌کنه و هیجانش کم میشه. همون فیلمی که اولش کلی شوق داشتی، بعد از چند بار دیدن دیگه برات معمولی میشه. همین اتفاق سر شادی‌های ساده هم میافته. خستگی تصمیم و فشار روزمره. وقتی همه روزت پر از انتخاب و کار و استرس باشه، انرژی تصمیم گیری تموم میشه. این خستگی باعث میشه حتی لذت بردن هم برات سخت باشه، چون ذهنت از قبل مصرف شده. کمبود تازگی و معنا. بعضی وقتا مشکل اینه که تکرار و نداشتن هدف معنیدار هیجان رو میکشه. وقتی کاری که میکنی حس پیشرفت یا معنی نده، ذهنت دیگه هیجان نگه داشتنی پیدا نمیکنه. اثراتش چیه؟ بی‌اشتیاقی باعث میشه انگیزت پایین بیاد، خواب و خوراک مختل بشه، روابط سرد بشن و تمرکز خراب شه. تنها شدن و دوری از چیزهایی که قبلا دوست داشتی میتونه چرخه بدتری بسازه. راهکار فوری اول، کم کردن مصرف محرک سریع. یه دوره کوتاه دیجیتال دتکس رو امتحان کن. چند ساعت یا یک روز اصلاً ویدیوهای کوتاه نبین. مغزت فرصت بازسازی داشته باشه. راهکار دوم، بگرد دنبال تازگی کوچیک. یه پیاده روی توی محله جدید یا امتحان یه غذای متفاوت یا خوندن یه ژانر کتاب تازه میتونه حس کشف رو برگردونه. تازگی همینقدر کوچیک میتونه دوپامین سالم تولید کنه. راهکار سوم، هدفگذاری معنیدار، نه لیست کار بی پایان. یه هدف کوچیک ولی معنیدار انتخاب کن و هر روز یه قدم براش بردار. ترکیب تلاش و پیشرفت حس لذت و ارزشمندی رو باز میگردونه. راهکار چهارم، حرکت و خواب و تغذیه. ورزش منظم، خواب کافی و غذای خوب شالوده مغز سالم هستن. وقتی بدنت و مغزت سوخت درست داشته باشن، ظرفیت لذت بردن بالا میره. راهکار پنجم، تمرین تحمل، حوصله و تمرکز عمیق. فقط 20 تا 30 دقیقه کار عمیق بدون گوشی بذار تا ذهنت یاد بگیره لذت تلاش طولانی هم وجود داره. این یه جور بازآموزی پاداش دادنه که جلوی اشباع کوتاه مدت رو میگیره. راهکار ششم، بازسازی روابط و گفتگوهای واقعی. گفتگو با آدمی که واقعاً بهش اعتماد داری کمک میکنه احساساتت رو باز کنی و دوباره رنگ و طعم زندگی رو حس کنی. راهکار هفتم، کمک حرفه‌ای وقتی لازم باشه. اگه این بی‌حسی طولانی شد یا حس بی‌انگیزگی عمیق شد، حتماً با متخصص حرف بزن. گاهی دارو یا درمان کوتاه مدت یا تراپی میتونه نقطه برگشت باشه. یک تمرین روزانه ساده که من باهاش جواب گرفتم. هر روز 3 چیز کوچیکی که برات تازگی یا لذت داره رو بنویس، حتی اگه خیلی ساده باشه. این کار مغزت رو تمرین میده که دوباره چیزهای ریز رو ببینه و قدردان باشه. یادت باشه که تغییر تدریجی و واقعی زمان میخواد و صبور بودن بخشی از درمانه. با گام‌های کوچیک ولی مستمر میتونی دوباره طعم هیجان و معنا رو بچشی. اگر از این ویدیو خوشت اومد، کانالمون رو سابسکرایب کن و دکمه لایک رو بزن. و به هم بگو وقتی دیگه از چیزی هیجان زده نمیشی، خودت رو توی کدوم دسته میبینی؟ آیا فکر میکنی مشکل از بمباران دوپامینه، از تکرار و عادته، از خستگی تصمیمه یا از نبودن معنا و هدفه؟ یا شاید ترکیبی از چند تا هستی؟ کامنت بذار و بگو کدومش بیشتر به حالت تو میخوره.